همدیگران عزیز سلام علیکم. امروز 17 اپریل سال 2025 می باشد. من از به شما نشون میدم درخت انگور ویلس رو. چقدر بسیار بستگی نبینید. این خودی انگور عادتا همین خیلی عادت دارد که بسیار میبندد. اگر ماهی انگور رو سربریش رو به ترتیب نداریم، مگر این نمیپزد، خلاصی گپ صفتی پس می شود. برای ما چیکار کردن در کار؟ این در هر یک خوشهش دو تایی سه تایی خوشه میبندند و هر یک خوشه این 3 کیلوگی می شود. برای ما باید که یک تایی خوشهش رو گیریم، با هم یک تایی خوشه که میمونه با نیم تاش رو هم گیریم. من اینجا دو تا خوشه است، یک تا دو تا منه. یک تا دو تا. ما یک خوشهش رو میگیریم. یک خوشهش رو گرفتیم. یک خوشهش رو موندیم و همین خوشه موندگی رو هم باشد نیم تاش رو میگیریم. میبینیم دیگر در بخشیت دیگه برومدگی است. یک دو سه برگ پویمش رو میگیریم و میبینیم این طرف با همخیل یک خوشش رو میگیریم. یک خوشه دیگرش رو باشد از نیمش زیاد گرفتیم. من اینش رو موندیم. اومدیم اینجا. من اینجا دم دو خوشه است. یک خوشش رو میگیریم. یک خوشه دیگرش رو نیم زیادش رو گرفتیم. یک کمترش رو موندیم. میبینیم اینجا یک تا مایده‌چه است. اینا عموما از بیخش کنده میپرتویم. همین خیلی همجوری عزیز من این مایده رو از بیخش کنده میپرتویم. من این خوشوی کلون هست. این خوشوی کلون ها یک خیلیش رو از بیخش میگیریم و خوشه موندگیش رو نیمش رو کنده میپرتویم. اگر این خیلی نکنیم این انگوری ما خوش صفت نمی شود و نهایت بیزیر می شود. انا اینا ما میگیریم میپرتویم. من اینجا خوشه بینید، خوشه به مانندی جوربی هالروی شده است. اینو بینید، خوشه با مانند جوربی هالروی شده است. ما یک خوشهش رو میگیریم. دویم خوشه رو انمی نشمونیم، انمی مایده‌چه شمونیم با مکیفوی است. کلانش رو میگیریم. اینش رو هم همیشه میگیریم. اینش رو عموما از بخش میگیریم چون که اینجا بسیاری بد است. میپرتویم. این نسبت انگوری ویلس همین کار رو میکنیم. ما برحمانه انگوری ویلس رو هم خیلی ما خمتوک میکنیم چون که اگر ما این رو خیلی خمتوک نکنیم این انگوری ویلسی ما با ما انگوری خوش صفت نمیتید. انا کو خدا خواهد این رو ما دورو میزنیم. این شامری پورو میتیم دورو میزنیم. خب مثل گپ از کسلی رو اینی میکنیم و بعد از اون که پخت ممکن در دوام پختنش بعد از اون که پخت به شما حتما من نور پیشنهاد میکنم. انا دیگر انگور رو باشد همین خیلی بسیار بستگی باشد کم کنید. انگورش رو کم کنید، نوده‌هایش رو کم کنید. ببینید اینجا موندم، اینجا کدومی نزدیک بود گرفته پرتافتم. همدوران عزیز شما رحمدل نسبت انگور نشوید. رحمدل شوید اگر شما انگور نمیخورید. انگور شما رو پیسه نمیکند. انا خیلی در پناه خدا باشید.